سلام به حامیان مقاومت، به یاران اشرف، سلام به اشرفیان که زن و مرد ایستادند تا به دنیا، به عراق، به جامعه عرب، به بهار عرب نشان بدن که اشرف پای سخن خود می ایستد و جهان را برمی انگیزد. بیش از 2 سال است که پیکاری در اشرف و اکنون در جهان جریان دارد که در نوع خود در دنیای معاصر بی‌نظیر است. پیکار برای حقوق حقه پناهندگانی که زمانی به عراق رفته بودند به عنوان مهمان 25 سال پیش. دنیاها زیر رو شد، ابرقدرت شرق فرو پاشید، جهان یک قطبی شد، سیستم عراق که میزبانی مبارزان آزادی ایران رو پذیرفته بود ساقط شد و همه اعوان شیاطین جمع شدند که پهلوانان آزادی ایران رو اکنون به واقع میتوان گفت پهلوانان آزادی برای منطقه رو نابود کنند، سرنگون کنند، از ارج پیکار خود به عرصه فرار بکشانند یا به سازش ساقط کنند. همه قدرت هایی که در این توطئه چند ساله سهیم شدند یکی بعد از دیگری ننگ شکست و دیدن پیروزی، ننگ شکست توطئه‌گران و پیروزی اشرف رو تجربه کردند. اول خواستند با یک هجوم در سال 88 اشرف رو جمع کنند. بارها و بارها صاحبان این توطئه در تهران این را گفتند. عاملین این توطئه در عراق تکرار کردند و اعوان بین المللی و قدرت‌های پشتیبان آنها اعتراف کردند. اما به زودی دیدند اینجا جایی نیست که آنها بتوانند از دیوارش بالا بروند. توطئه ها را تقسیم کردند، یکی بعد از دیگری فشارها را افزودند. این توطئه ها به طرحهای جنایت جمعی تبدیل شد. باز هم شکست خوردند. باز هم اشرفیان ایستاده راه نشان دادند. آن زمان بهار عرب نبود. آن زمان مردم در تهران، در شهرهای ایران با اشرفی‌ها متحد بودند، با آرمان اشرفی‌ها متحد بودند و با نوع ایستادگی این همان بودند. این مقدمه را داشته باشید. 1 سال 2 سال گذشت. دستگاه مالکی با طرح و تدبیر خامنه‌ای وارد یک پروسه دیگری شد. وارد پروسه تکرار فشار از طریق حمله کوچک بزرگ به اشرف و پروسه‌ای که خودشان بعضی ها از جوانها به خصوص در اینجا شاید به یاد نداشته باشند.
که موفق الربیعی میگفت ما انقدر شرایط را سخت خواهیم کرد که زندگی در اشرف غیر ممکن شود و این کمپ به خودی خود جمع شود. موفق الربیعی را اشرفیان جمع کردند، دستگاه موفق الربیعی را جمع کردند. همون فرد ساقط شد و هم دستگاهش ساقط شد. طرح‌های فرستادن انواع و اقسام هیئت‌های به اصطلاح خانوادگی و پا به پای آن بلندگوهای ظلم و ستم، بلندگوهای آزار و اذیت هم کار به جایی نبرد. باز هم گذشت. این را داشته باشید تا به جنایت بی‌نظیر 8 آوریل رسیدیم، کاری که همه ایران و جهان را شوکه کرد. دورترین نقاط سیاسی میهن ما مات و مبهوت به صحنه نگریست، به صحنه جنایت بی سابقه و پایداری بی نظیر و تکان دهنده. خیلی ها به زبان آمدند، گفتند، نوشتند و به همدیگر گفتند که ما شاهد سیاوشان تازه ایران هستیم و سیاوش در اساطیر ایرانیان، محض اطلاع جوانان حاضر در اینجا به تکرار میگویم، سیاوش پهلوانان ایرانی بود، فرزند دست پرورده رستم بود. سیاوش از حق و عدالت و انصاف دفاع میکرد. به زبان امروز از قانون حقوق بشر دفاع میکرد، از قانون پناهندگی، زندگی در آزادی و امنیت دفاع میکرد و به خاطر اون جان از دست داد. اما سیاوش پهلوانان ایرانی در دنیایی جان از دست داد که خاموش خبر نمیشنفت. سالها طول میکشید تا با قیام بعدی ها خبر پخش شود و تفاوت آن دنیا با این دنیا در این است که سیاوشان در لحظه خبر میدهند و خبر میگیرند و این است نقطه قدرتی که دشمنان سیاوشان ایرانی طرحی برایش نداشتند، نتوانستند در چند بار جنایت جمعی صدای سیاوشان را سر ببرند. جسم آنها را کشتند ولی صدای آنها را نتوانستند خاموش کنند. به این چنان شد که جهان یکی بعد از دیگری، اول در نخست شرافتمندان جهان به سیاوشان ایرانی پناه دادند، پناه قانونی، پناه سیاسی، پناه طرح‌های حقوق بشری. این دستیابی به این طرح‌ها کار شما بود، کار حامیان اشرف بود که ماها اینجا ایستادگی کنید تا سرانجام خانم پیلای مجبور شود به مفاد مربوطه وفادار بماند و اعلام حمایت کند که آقای گوترس در کمیسریای عالی پناهندگان طرح بدهد برای عبور مسالمت آمیز از بحرانی که در عراق متوجه اشرف شده بود. اما جنایتکارانی که در تهران طرح می‌ریختند دست از سر سیاوشان بر نداشتند. طرح جدیدی و جنایت جدیدی، همونطور که اشاره کردم، در 8 آوریل جهان را به تکان آوردند. ولی هم اشرف پایدار ماند، هم حامیان آنها افزایش یافتند و هم جهانی به حمایتی جدید، وسیع و بی سابقه برخاست. تمام ارگان‌های حقوق بشری بین المللی بدون استثناء، 31 ارگان حقوق بشری در دنیا به اسم پشت اشرف آمدند.
بدون شکاف و استثناء تمام ارگان‌های حقوق بشری جهان، حتی آنهایی که قبلا با ما استکاک‌های بیهوده و رژیم خواه داشتند، سرانجام به حمایت برخاستند. سرانجام هم کمیسریای عالی پناهندگی و هم ملل متحد و کمیسریای عالی حقوق بشر آمدند و صف کشیدند، همه با یک طرح، با طرح عبور مسالمت آمیز و حقوق بشری. و آن طرف فقط دو قدرت مانده بودند، یکی در تهران باز جنایت توصیه می‌کرد و یکی که عامل اجرایی جانیان تهران بود، والی بغدادیش، مالکی و دستگاهش. و ما کماکان و اشرف کماکان بر مسالمت و حقوق بشر و عبور صلح‌آمیز پافشاری می‌کرد و هنوز هم می‌کند. چرا؟ این تفاوت در کجاست؟ در ذات بینش و نگاهی است که این مقاومت و قلب این مقاومت در اشرف به آن می‌تپد. راه حل انسانی برای مسائل انسانی، راه حل حقوق بشری در مسالمت و صلح، این چنان می شود و کل جهان درس داد و در پایداری سخت بر حق طلبی بدون سلاح جلوی چشم کل ملت ایران می توان درس ایستادگی و پایداری داد. سیاوش گونه اون هم دست به سلاح نبرده بود، آن پهلوان باستانی ما هم دست به سلاح نبرده بود، ولی سینه سپر کرده بود و از اون سینه هیچ جباری با هیچ سلاحی نتوانست عبور کند و اکنون هم هیچ جباری با هیچ سلاحی قادر نخواهد بود از سینه سپر کرده زنان و مردان اشرف و شما حامیان مقاومت عبور کند. و اما ضرب العجل، التیماتوم، تهدید، اینها هرگز راه حلی برای مسائل انسانی و حقوق بشری نبودند. مسائل انسانی و حقوق بشری، باز برای نسل جوان به تکرار میگویم، نیاز به حوصله، تدبیر، اندیشیدن و مقاومت مسالمت آمیز دارد. همانطوری که شما 7-8 ماه هست ایستاده اید و با این قطره مقاومت روزمرتان سنگ جباران را سوراخ میکنید، با سوزن کوه میکنید، فرهادوار راه باز میکنید. مسائل انسانی، حقوق بشری به زور و ماهیچه احتیاج ندارد، به مغز و قلب و روح دلیری نیاز دارد و این را در این 8 ماه هم اشرف به جهانیان می آموزد و هم شما در واشنگتن، در ژنو، اکنون در بروکسل و در همه جایی که این مقاومت حضور دارد نشان می دهد. حقوق بشر، مسائل انسانی نیاز به تفاهم و تعاطی و گفتگو و راه حل برزی الطرفین دارد. این آن درسی است که سازمان‌های بین‌المللی اکنون به زبان آمدن و به تکرار این درس تاریخ حقوق بشر را بازگو می‌کنند. بان کی مون بی خود نیست که خود و سخنگویش به دفعات بر راه حل مسالمت آمیز و مرزی الطرفین تاکید می‌کند، برای که مسائل انسانی مثل مسئله اشرف در عراق
اینها ذاتاً مسائلی هستند که به مغز و اندیشه و قلب و احساس و شم عاطفی بشری نیازمندند. بی خود نیست که شرافتمندان دنیا اکنون در یک صفی بی انتها به سرعت به این طرف اضافه می شوند. از ژنرال های شرافتمند که اکنون در سن پیری به میدان آمدند تا سرآمدان حقوق بشر، تا شخصیت ممتاز و بی همتایی مثل خانم دانیل میتران. او در جهان بی همتا بود و بی همتا بودن اون در پراتیکش هم دیده میشد. هر وقت این مقاومت دچار سختی بود، این زن کهنسال دلیر خستگی نمی شناخت و بلند می شد کنار مسئولان عالی رتبه مقاومت، به مقاومت و ادامه مقاومت پیام میداد و از جمله به شما پیام داد، پیام تاریخی خانم میتران به اشرف و مقاومین حامی اشرف. این ضرب الاجل ادامه یافت. با وجود تمام این تلاش ها، چرا جبار تهران و نوچه این جبار در بغداد اصرار دارند بر خونریزی؟ تجربه کردند. چرا جباران آزموده را باز می آزمایند؟ بعد از 2 بار بزرگ و بارها در ابعاد کوچک که به اشرف حمله کردند، در اینجا هم رگه ای از جنس و جنم جباریت آشکار است. زور را مسئله و وسیله اصلی حل معضلات می‌یابند. تصور می‌کنند با کشتن، شکنجه دادن، آزار و اذیت می‌شود از کسانی که آگاهند، انتخاب کردند و برای انتخاب خود مایه می‌پردازند، از جان مایه گذاشتن می‌شود تعیین تکلیف کرد. هیهات، هرگز برای کسانی که انتخاب کردند و از جان حاضرن برای انتخاب خود مایه بگذارن، هیچ کس، نه خدا نه بنده خدا، نمیتواند تعیین تکلیف کند. در هیچ دینی، در هیچ عقیده‌ای. در اینجا بشر با توان خودش ایستاده است، سینه سپر کرده، از سیاوش تا اشرف. در مقابل اراده بشری هیچ ارگانی، هیچ ارگان آسمانی و هیچ ارگان زمینی جسارت ندارد اگر اون اراده تبدیل به یک سازمان مقاومت، تبدیل به یک سازمان ایستادگی و دفاع از شرفها شده باشد. و اینجا در اشرف ما با غنیسازی شدن، با انسان غنیسازی شده، اونها در تهران مخفیانه اورانیوم غنی کردند که بشریت را تهدید کنند و مسئولان این مقاومت در اشرف طی این سالها شرف انسانی را در علن غنی ساختند. حالا جنگ است بین غنیسازی انسانی و غنیسازی اتمی. حالا خواهیم دید بشریت کجا می ایستد. وای به حال بشریتی که در مقابل غنیسازی اتمی نایستد و وای به حال بشریتی که پشت غنیسازی انسانی، پشت انسانهای غنی شده در شرف و احترام به حقوق انسانی نایستد. چون اشرف بی سلاح مجهز به تیزترین سلاح‌های بشری است و اون یکی شدن با حق و قانون بشری است، یکی شدن با حقوق بشری است. مگر اشرف چه می‌خواهد؟ اشرف نه زمین اشرف را تویول خود می‌داند و نه حتما می‌خواهد در عراق بماند، ولی اشرف می‌گوید قوانینی وجود دارد در عراق و در عرصه دنیا و این قوانین را پیشرفته ترین
انسانهای آگاه بعد از فجایع، به خصوص بعد از فاجعه جنگ جهانی دوم، برای اینکه انسانیت در صلح و مسالمت زندگی کند بنا کرده. این ساختمان ها، این مراکز که اینجا ما در مقابلشون 8 ماهه، شما 8 ماهه در مقابل اینها ایستادگی میکنید، اینا دستاوردهای بشریت معاصر و مدنیت معاصر در اینها معنا میدهد. و اشرف میگد هرچه اینها میگویند، هر طرح قانونی وجود دارد، هرچه کنوانسیون ها میگویند ما میپذیریم. هرچی مجلس حتی عراق میگوید اشرف مخالفتی باش ندارد. هرچی مردم عراق هم میگویند اشرف مخالفتی ندارد. ولی در اونجا حکومتی هست، حکومتی که از وصلت موقت ولایت فقیه با ابرقدرت صفی در عراق نشسته است، نه به رأی اکثریت مردم عراق. حاصل وصلت موقت ولایت فقیه با ابرقدرت صفی، وگرنه اونجا در بغداد جای اینها نبود. انتخابات رو باخت. با تمهید این دو طرف قدرت رو غصب کرد و باز هم این دو طرف نگرش داشتن. آیا این قدرت جرأت می کند مسئله اشرف را به رفراندوم در عراق بذارد؟ آیا شهامت این را دارد که حتی در مجلس این سیستم مسئله اشرف را به بحث بذارد؟ چرا فراری است؟ چرا مالکی تنها به سلاح جباران مسلح است؟ ضرب الاجل، التیماتوم به یک نیرو و مسئله حقوق بشری سلاح جباران است. تهدید اسلحه دیکتاتوراست. کسانی را که روی قانون و حقوق بشر ایستادند و به رغم جنایتی که تحمل کردند و کشته‌ها و عزیزانی که از دست دادند، باز هم حاضرند راه قانونی بروند، باز هم حاضرند حقوق بشر را رعایت کنند. جواب اینها ضرب الاجل نیست. مردک هوا ورد داشته است. مگر چه هستی؟ یا تصور میکنی که میتوانی باشی؟ اگر از ما بکشی همونطوری که شهید کردی. تصور میکنی ایرانیان، ملت ایران و اکنون ملل دنیا، فراموش نکن بعد از جنایت قبلی حتی مخالفان مقاومت ما در داخل ایران در قلوب مردم نمیدانی چه میگذرد. حتی مخالفان ما فریاد زدند، در مساجد صحبت بایکوت عتبات را میکنیم. مخالفان ما این را گفتند. حال ببینید اونهایی که عاشق اشرفند، اونهایی که شب و روز برای اشرف گریستند و خندیدند، با اشرف گفتند و با اشرف شنیدند. نسل جوان ما، 60% جمعیت ما. تصور میکنی مردک در بغداد نشسته ای و ملت بزرگ ایران را خیال میکنی اینها همیشه اسیر ولایت فقیه خواهند ماند؟ فراموش کردی تاریخ ملت ایران را که چگونه بعد از سیاوش چه بلایی سر توران آوردند. ما به انتقام فرا نمیخوانیم، ما ولی قانون را در دنیا تا زنده ایم و فرزندان ما تا زنده اند و نوه‌های آنها تا زنده اند. جنایاتی که بر اشرف کردید از طریق قانون دنبال خواهیم کرد. ولی خصلت یک جبار و یک نوچ جبار بغدادی در این است که از تاریخ نمی آموزد. به هشدارهای ما، مقاومت ما و جهان ما اعتنایی نمی کند و باز ضرب العجل و باز آدم می فرستد به ناف اروپا. خیال می کند اینجا هم منطقه سبز است
و زیر تانک های غربی نشسته نمیداند که اینجا حقوقی هست، قانونی هست و وقتی کسی را میفرستی با متنی و ادعایی که اینها تروریستند و خشم نمایندگان اروپا را برمیانگیزی. و ما میتوانیم به هیلاری کلینتون بگوییم چگونه بود که گفتی لیست تروریستی ربطی به اشرف ندارد؟ الان دست پرورده های خودتون، آشغال هایی که باد کردید و به عنوان سیاستمدار بر ملت مظلوم عراق سوار کردید، به نوشته و امضای خودشان میگویند چرا ربط دارد، چرا ربط دارد. چشم بستن شما بر حقوق ملت ایران، بر حقوق مقاومت ایران و زنجیر لیست را به دست و پای مقاومت ایران زدن ربط دارد بر جنایتی که در عراق بر اشرفیان کردند و باز هم میخواهند بکنند. ربط دارد و قانون بین المللی و حقوق بشر و قلوب و افکار همبستگان اشرف شما را هم پیگیر خواهند بود. همونطور که در دادگاه اسپانیا این تهدید نیست، این بیان واقعیتی است که بدانید ما دست بر نمیداریم. مالکی در اسپانیا و آی آمریکا روزی خواهد رسید که جوابگوی این کارات هم باید باشی. آقای اوباما، ملت ایران بهت این شانس رو داد که یا با اونها یا با ما. و اشرف چکیده پایداری و پیمانداری آزادی خواهانه ملت ایران است. باز میگوییم یا با اونها یا با ما، ولی اگر گوش نکنی دادگاه اسپانیا در آمریکا سراغ تو هم خواهد آمد. ما به قانون سراغت خواهیم آمد و خواهیم گفت چرا چشم بستی و جنایتکار را به واشنگتن، مهد آبراهام لینکن و بزرگان قانون اساسی آمریکا فراخواندی؟ چرا نماینده خون به ناحق ریخته را نپذیرفتی؟ چرا خون به ناحق ریخته را ارج نگذاشتی، در حالی که در نزدیکی تو در همون واشنگتن یاران و خانواده های اینها آمدن به کنگره شما و تظلم کردند و هنوز هم میکنند و اینها را اگر لازم باشد اوباما علیه تو هم در دادگاه خواهیم گفت. باید بگیم به خاطر ملت آمریکا، به خاطر قانون اساسی آمریکا و به خاطر ارج قوانین حقوق بشری، اگر این فرس، این قدرت وجدان و پایداری این یاران همه ما برای نگهداری ارزش‌های حقوق بشر نباشد، وای بر بشریت. نازی ها باز سر کار خواهند آمد. اگر قانون دموکراتیک رعایت نشد خلایی وجود ندارد. آقای اوباما، جای آن را دست راستی های نازی آمریکا خواهند گرفت و این مقاومت به موقع به شما هشدار داد و ملت ایران به موقع به شما هشدار داد و گفت یا با اونا یا با ما. و تکرار میکنی آخرین شانس ها در 12 دسامبر نزد شماست. نماینده جنایت را راه ندید و اگر راه دادید حرف آخر را به گوشش حق نکنید. دست بردار مالکی از ضرب الاجل. بگذار کمیسریای عالی پناهندگی مصاحبه ها را شروع کند و بخشش و رحمت ملت ایران و حامیان اشرف لبریز خواهد بود با وجود درد و رنجی که در این سالیان کشیده ایم. بگذارید التیام پیدا کند زخم‌های این ملت عراق و ملت ایران. من میتونم ادعا کنم که اشرفیان
چکیده آمال و آرزوهای این دو ملتند. اگر میگویی نه مالکی، بگذار مسئله اشرف رفراندوم شود در عراق، بگذار در همین مجلس کنونی عراق مورد بحث و قضاوت قرار گیرد، بگذار مردم عراق بگند آیا مایلند با اشرفیان در همون جا همپا بمانند یا مایلند اشرفیان جابجا شوند. یقین دارم، بلکه میتوانم قسم به مقدسات بخورم که مردم عراق در دوستی با اشرف پایدار هستند، اکثریت آنها، و دست کم در ایالتی که آنها ساکنند در دیالی. ولی تو مردک میترسی، برای همین است که میترسی و ضرب العجل را به ما میگویی. ضرب العجل نشانه عمیق ترس و وحشت تو از اشرفیان و نفوذ عاطفی اشرفیان است. قلوب مردم عراق به خصوص نیروهای ملی و دموکرات و میهندوستشان با اشرفیان است. بی خود نیست که لیست العراقیه که بزرگترین شخصیت‌های کردستان، که تمامی حقوقدانان انسان دوست، که دانشگاهیان، زنان و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری عراق طرف اشرفند. خاک بر سر حکومتی که از تهران پروژه میگیرد و با پول و امکانات ملت مظلوم عراق پروژه های ولایت فقیه را اجرا می کند. ملت مظلوم عراق هم روزی بیش از امروز در ادامه بهار عرب برخواهد خواست و یقه تو را خواهد گرفت. اینطور نیست که این ملت مظلوم به علت خونریزی 30 ساله‌ای که داشته یک زمان طور دیگر و اکنون طور دیگر هرگز نتواند بایستد. فرزندان این ملت عراق هم این روزها را به یاد خواهند داشت. هشدار میدهم مالکی، حتی نمیتوانم بگویم آقای مالکی، دل ندارم برای گفتن این کلمه برای این مردک. مالکی یادت باشه ملت ایران جلوی چشمش این اتفاق داره میفته. ملت ایران به اشرف نگاه میکنه و اشرف آن چیزی که پایان امسال اتفاق بیفته سرنوشت تو را هم تعیین خواهد کرد. مطمئن باش نه عراقیان شریف و نه ایرانیان و نه شرافتمندان دنیا اجازه میدن در آنجا یک بار دیگر جنایت جمعی بشه، چون تو یک ضرب العجل اعلام کردی. ضرب العجل رو از بین ببر، این آخرین شانس توست. ضرب العجل رو از بین ببر، این آخرین شانس توست. بگذار کمیسریای عالی مصاحبه ها را راه بیندازد تا کاروانی از صلح و مسالمت در اونجا به راه افتد. جابجایی اجباری در واقع سند پیوستن تو به نهایت فاشیسمه. اگر تو به زور بخوای اشرفیان رو جابجا کنی، یقین داشته باش اونجا یک انقلاب عاطفی در میان مردمان شریف عراق رخ خواهد داد. به چشم میبینن و در جهان هم به چشم میبینن. ما 8 ماه این یاران ما اینجا هستن. آمدی پارلمان اروپا و دیدی چه خشم و خروشی رو برانگیختی. این خشم و خروش رود ناپایانی است که تا تو این ضرب العجل رو لغو نکنی بر سر تو خواهد ریخت. در واشنگتن هم منتظرت هستیم، یا لغو کن یا بیا اونجا. سینه به سینه خواهی دید که چگونه یاران اشرف در واشنگتن تو را خواهند بالید و چگونه اوباما را هم در واشنگتن در مقابل دوراهی بی‌آبرویی یا پذیرش حقوق بشر قرار خواهند داد. پایدار باشید.